خب من و این آقای سردار روداریان اومدیم اینجا داستان مسافرت نوروزی آقا محمود رو چی براتون تعریف کنیم. حالا یه لحظه همه تو تصورات خودش. یه اتوبوسه، آقا محمود راننده، اوچیک شما، آقای شما شاگرد شوفر آقای راننده که آقا محمود باشه. سردار روداریان که این بغل بنده نشسته تو بوفه چرت میزنه، چرت مرغی. مقام عظما درازکش کف اتوبوس، دودا و هوال خمارون. نوارم داره میخونه. چی میخونه؟ میگه بس که تو آزادی مرا، هرگز نمیبخشم تو را. حالا اتوبوس نه ترمز داره، نه دنده داره، نه کلاش، فقط گاز. حالا خود آقا محمود دنده 5 و هیولا مثل حاج احمد خاتمی چاق کرده. ده برو که رفتیم. تا اینجاشو با من اومدی، قربیلک رو میدم دست آقای روداریان تا اینکه یه دفعه آقای روداریان بود. سرعت اتوبوس پایین بود، حواس راننده یک دفعه متوجه عقب میشه توی یه پیچ ساده با سرعت کم. یه دفعه راننده حواسش پرده، یه دفعه برمیگرده میبینی که ماشینش رفته بیرون از جاده تو شونه، داره میره تو چاله. چاله کجا بود با اون ریخته؟ چاله کجا بود؟ بابا این ریخته تو که این تابلو عبور حیوانات اهلی ممنوعه میمونه. چی میمونه؟ عبور حیوانات اهلی ممنوعه. بله وایسا اینجا شما بگم. الهه صبح اینجا شما بگم. آقا چاله نبود، چاه بود. چاه قطعنامه ها. بنویس تو خبرنگار من نیستی؟ بنویس چاه قطعنامه ها. حالا تو بگو چه جوری ردش کرد آقای روداریان؟ برای که از چاله ردش کنه ماشینی میکشونه سمت چپ. ماشین که رفت چپ، من و لنگام رفتیم تو صورت آقا محمود. مقام عظما ننه مردم چسبید به دیوار، منقلش هم چپ شد روش. حالا واکنش آقا محمود شوماخر نظامو داشته باشین که روداریان بشی پشت رول، تو برو بقیه‌شو. یهو میبینی که داره میره اون لاین، ممکنه یه ماشین از روبرو بیاد، یهو میکشی این لاین، اینجوری میکشه میاد اون کشید این بر. میبینه قطعنامه اومد میکشه این بر. افشاگری ها پیچید جلوش تا میاد معکوس بکشی یه قطعنامه دیگه از اون بر که بماله بهش اینو رد نکردی میکشه میبره اون بر. یعنی میخوام اینجوری یا میبینه چاه لیست تروریستی جلوش دست به فرمون میاره این بر. ولی فکر کنم اونجا کشید اون بر که یهویی این فیلم دارم ها، یهو میکشی این لاین، بعد خیلی آروم با 30 کیلومتر 35 کیلومتر سرعت چپ میشه. حالا به قول خودت اینجوری کجا چپ شد؟ کجا بود؟ میدونی کجا چپ میشه؟ نمیدونم، تو بگو. میفته رو گاردریل. خب حالا چرا مکزیکی حرف میزنه؟ یکی ندونه فکر میکنه خبری. منظورش از گاردریل همون قطعنامه است. تو همون مکزیکی میخوای حرف بزن، من خودم ترجمه میکنم. روداریان نو. این گاردریل شما اگه خاطرت باشه یه دونه بست بالا داره، یه بست پایین، این وسطا سیخکی هست. این دیگه درسته؟ نه درسته نیست، نصف است. بقیه‌اش حالا تو بگو. این سیخا میره تو اتوبوس. آقا راست میگه. سیخا اومد تو اتوبوس، مقام عثمان تا سیخو دید اولی و اوبولیو شد دیگه. یه توپولی انقدر چسبون جنس و متا اصل مزار جکسل و گل انداخت تو اون هیرو بیری. دودو بگی که در نره. یه سری سیخا هم که از این ور اتوبوس زد، از اون ور اتوبوس یه سری نفراتو پرت کرد بیرون، مثل همین آقای لاریجانی و رحیم صفوی و بقیه رو خلاصه از اون ور سود کرد بیرون دیگه. این روداریان هم که خدا سیخش ده دیگه، ما دیگه چرا سیخش بزنیم؟ ما هم که می‌بینی سیخ جلو شما وایسادیم. راستی گفتی کجا کشیده؟ اینوری کشیده یا اونوری کشیده؟ یهو میکشی این لاین. باعث آقای روداریان و همه حضار می‌خواستیم مسافرت آقا محمود رو به صورت سمی بصری به همه نشون بدیم. با اجازه همتون. این
این بر میکشین نمیره اون بر میکشین نمیره ترمز میگیرید بریده دندش دیگه جان نمیره دنیا رو خبر کردن محمود رو پکر کردن زیر این همه قدنامه از ما رو دمر کردن دنیا رو خبر کردن محمود رو پکر کردن زیر این همه قدنامه اسما رو دمر کردن کشیدیم بر